تاریخ تاجیکان، ایرانیان شرقی. تاجیک‌ها مردمی ایرانی‌تبار هستند که در کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ایران، ازبکستان، چین و دیگر مناطق آسیای میانه زندگی می‌کنند. تاجیک‌ها در تاجیکستان به فارسی تاجیکی و زبانهای شرقی ایرانی پامیری، در افغانستان به زبانهای پامیری و فارسی دری که شاخه‌ای از زبان فارسی نو هست، گویش می‌کنند. اگرچه تاجیک‌ها قومیت اصلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند، اما تعداد تاجیک‌ها در افغانستان و ازبکستان بیشتر زندگی می‌کنند. دودمان تاجیکان مردم باستانی ایرانی چون سوقدی‌ها، خوارزمی‌ها، باختریان، تخارها، سکاها، ماساگت‌ها و سایر اقوام ایرانی شرقی هستند. با این حال دولت سامانیان معمولاً به عنوان سرآغاز دولت و ملت تاجیکی در نظر گرفته می‌شود. بیشتر تاجیک‌ها امیر اسماعیل سامانی را بنیانگذار دولتی متمرکز تاجیک‌ها، سامانیان می‌دانند. اصل و نسب دودمان سامانیان به خاندان مهران و بهرام چوبین می‌رسد. مردم تاجیک از دید زبان، فرهنگ و تاریخ بسیار نزدیک و مانند به فارسی زبانان ایران هستند. تاجیک‌های چین با وجود اینکه به نام تاجیک شناخته می‌شوند، به زبان‌های ایرانی شرقی صحبت می‌کنند و از تاجیک‌های فارسی زبان متمایزند. نام‌های دیگر برای مردم تاجیک، فارسی، پارسیوان یا پارسیبان و دهقان است. دهقان در قدیم به ایرانی اصیل صاحب ملک و زمین از دهنشین و شهرنشین گفته می‌شده و مقابل تازی پنداشته می‌شد. خاستگاه واژه تاجیک. تاجیک نام قبایل داها بوده، پارتها و اشکانیان دعی، تاجیک و دجیک خوانده شده‌اند. از آنجا که ایرانیان شرقی کلاهی تاج مانند بر سر می‌نهادند، ایشان را تاجی یا تجیک نامیدند. گروهی واژه تاجیک را از تای استخراج کرده، هم ریشه با کلمه یونانی تگاس به معنای پیشوا و ددیک یاد کردند. از ریشه تجی زبان سکایی یادآوری گردیده است. به معنی سفت منسوب به واژه تاج نیز آمده است. پژوهش‌های اساسی درباره واژه تاجیک در نیمه اول قرن 19 از طرف برخی دانشمندان غرب صورت گرفته است. در سال 1823 کلاپروت پژوهش پرمحتوایی در مورد مردم بخارا انجام داده بود. هرچند این پژوهش به چاپ نرسید، ولی با ادامه آن سن مارتن یکی دیگر از پژوهشگران غربی طی مقاله واژه تاجیک را بر فارسی زبانانی اطلاق کرد. او می‌نویسد که واژه تاجیک همان نام قبایل دعی است که پارتها و اشکانیان به نام دعی، تاجیک و دجیک خوانده می‌شدند. سن مارتن اضافه می‌کند که هر سه شکل آوایی، این نام دعی، تاجیک و دجیک از نگاه آواشناسی قابل قبول است. پس از اینجا چنین برمی‌آید که پارتهای خود را تاجیک می‌نامیدند. دانشمند دیگری به نام برنشتام پیدایش نام تاجیک را قبل از دوران عرب دانسته و آن را منسوب به زبان تاجیکی کهن مردمان تخارستان دانست و قدمت تاریخی آن را به 1000 سال قبل از میلاد می‌رساند. او نام تاجیک را از ریشه تجی زبان سکایی می‌داند. نتیجه این که تاجیک‌ها اقوام آریایی هستند که در هزاره دوم پیش از میلاد مسیح در آسیای میانه و باختر، بلخ امروزی زندگی می‌کردند. ریشه نیاکانی تاجیک‌ها به آریاییان شرقی، یعنی باختری‌ها، سقدی‌ها، پرنی‌ها و داها می‌رسد. این بدین معناست که نیاکان تاجیک‌ها در عهد باستان به زبان پارسی کهن، یعنی زبان کهن آریایی جنوب غربی حرف نمی‌زدند، بلکه به زبان‌های شرقی آریایی نظیر سقدی، باختری، خوارزمی، سکایی سخن می‌گفتند. کاربرد زبان پارسی دری توسط تاجیک‌ها به دوران گسترش شاهنشاهی ساسانیان و متعاقباً انقراض آن به وسیله تازیان مسلمان برمیگردد که تعداد زیادی از پارسی‌ها به آسیای میانه و حتی به چین پناه برند. عده‌ای از این پارسی‌ها به حیث جنگجویان تازه مسلمان شده و برای ترویج اسلام به این منطقه وارد می‌شوند. نتیجه این مهاجرت‌های گسترده پارسی‌ها، مسلمان و غیر مسلمان است که تاجیک‌ها علاوه بر اشتراک نیاکانی آریانای شرقی، ریشه نیاکانی پارسی نیز دارند. شماری از دانشمندان پیدایش واژه تاجیک را به معنونیت آیین زرتشت نیز رسانیدند. ایشون میگویند که واژه تاجیک از تاج گرفته شده است. چون که زرتشتیان کلاه تاج مانندی میپوشیدند، ایشون را تاجی یا تاجیک میگفتند و بعداً این واژه نام مردم و قوم شده است. بر اساس کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان شناسان تاجیکان مردمان اصلی و بومی سرزمین‌های آریانای کهن، خراسان بزرگ و فرارود باستانی میباشند.
ولادیمیر بارتولد خاورشناس شناخته شده روسی مینگارد. مطالعات ما در باب تاریخ آسیای میانه نشان می‌دهد که مردم بومی آنجا آریاییان تاجیک نژاد بودند. تاجیک‌ها نماینده یکی از کهن‌ترین اقوام آسیای میانه هستند. مردمان تاجیک قبل از ظهور تورکان در این ناحیه زندگی می‌کردند. مراکز عمده سکونت تاجیک‌ها آسیای میانه، خراسان بزرگ به شمول خراسان شرق،